پراید نصیب داوشم سر شد. یا حضرت عباس، یا خبره بری آشم ترمز بگیر. پشمام چیه داره به من تیر میزه؟ زارت سلام، چطورید برای بچه؟ من امرالی هستم. سکابسرالو خوش اومد به یه ویدیوی نسبتا متفاوت از جی تی ای وی و برو که ببینیم این نسبتا متفاوت دقیقا چقدر متفاوته. بره بچه، همینطور که داریم مشاهده میکنیم با 5 تا بر قهرمان اینجا داریم: هالک، سوپرمن، ثور، بتمن و فلش. و اینجا هم 5 تا ماشین ایرانی داریم. شاید بگید خب چه ربطی اصلا به هم دارن؟ الان بهتون میگم. خب بره بچه، این 5 تا ابر قهرمان یکی یکی میریم جلوشون و این تاسو میندازیم. اوکی، این تاسو میندازیم و از عدد 1 تا 5 باید بیاد. اوکی، از عدد 1 تا 5 که اومد یکی از این ماشینا رو براش انتخاب میکنه. حالا مثلا 4 بیاد، مثلا 4 تا 5 رو براش انتخاب میکنه. بعد باید این ماشین رو ببره. چی؟ یه سری قدرتاش به ماشین اضافه میشه. حالا 1 یا 2 تا از قدرتاش به ماشین اضافه میشه. کاری به ظاهرش نداریم. ظاهرش ممکنه همون باشه، ممکنه رنگش تغییر کنه، کاری اصلا به ظاهرش نداریم. ولی 1 یا 2 تا قدرت بهش اضافه میشه به این ماشین و بعد ما این ماشینا رو تست میکنیم ببینیم آیا اصلا ارزش داره همچین حرکتی بزنیم، مثلا به درد میخوره. اگرم به درد میخوره کدومشون میتونه عملکرد بهتری داشته باشن و بدون هیچ فاطری برو بریم که کدوم ماشین نصیب کدوم ابر قهرمان میشه. Let's go. خب دوشم هالک خوبی، سلامتی آقا. من میخوام برات یه تاس بندازم ببینیم چیکار میکنیم. یه تاس میندازه این بازیکن و چند اومد؟ 5 اومد و 5 و 206 برای داوشم هالک. به به بنازم. خب سوپرمن بیا اینجا ببینم. اینجا یه تاس میندازه این بازیکن، چنه 3 اومده. بله همینطور که داره مشاهده میکنید 3 اومده و 3 چه ماشینی سمند برای داوشم چی؟ سوپرمن. خب ثور اینجا. ثور خیلی تو چالشی ما اصلا یادم نمیاد خیلی شرکت کرده باشه. اصلا شرکت کردی نمیدونه. حالا این اولین بارته یا هر بار دیگه امیدوارم چی موفق باشی. ببینیم چیکار میکنه دوشم. ثور یه تاس چی شد؟ این چنه 3 اومد. پس قبول نیست. بعد یه بار دیگه براش بندازیم. یه بار دیگه براش میندازیم. این چنه 1 اومد برو بچه. ببینیم 1 چیه و پراید نصیب داوشم ثور شد. بتمن ببینم تو میخوای چی کار بکنی. بتمن این چنه؟ این 6 هم که حساب نیست. یه بار دیگه میندازیم بالاخره ببینیم چه ماشینی میاد. 3 دوباره 3 قبول نیست. یه بار دیگه میندازیم ببینیم چی میاد. 6 دوباره که اشکال نداره. یه بار دیگه میندازیم و مثل این که چی شده 4. 4 میبینید الان معلومه 4 و 4 چه ماشینیه؟ 405 برای بتمن و پژو پارس هم برای داوشم فلش. ببینیم که چیکار بخوان بکنه ابر قهرمانا و برو ببینیم که این ابر قهرمانا میخوان چه قدرتی رو به ماشینشون بده و ماشینشون آیا میتونه اون قدرت رو ساپورت کنه و خیلی خوب ازش استفاده کنه یا نه. برو که داشته باشیم. Let's go. خب برو بچه، ماشین ها آماده شدن برای ابر قهرماناشون و ببینیم که یکی توی چالش های مختلف تستشون بکنیم ببینیم هر کدومشون به درد چه کاری دقیقا میخورن. برو که داشته باشیم. Let's go. و اینم بگم برو بچه که من هیچ امتیازی نمیدم و من فقط حرکات لازم و چالش لازم رو انجام میدم. هر کاری که لازم باشه رو با ماشین انجام میدم و شما تو کامنت ها رأی میدید که کدوم ماشین برای کدوم ابر قهرمان بهترین ماشین ممکنه. و آره دیگه همه چی به شما بستگی داره. پس بوری که داشته باشیم. Let's go. خب برای بچه اومدیم با داشمون ثور و پراید. نگاه ستون پراید، سلطان پراید. نگاه ظاهرش که چنگی به دل نمیزنه. حالا بذاریم ببینیم که کلن چجوریه. یکی بعد تستش کنیم. خب با داشمون ثور نگاه اول بعد چیکار کنیم؟ تست سرعت رو بعد بگیریم.
تست سرعت رو اول باید بگیریم و صبر کن. ما رو میذاریم اینجا و برو که داشته باشیم 1 2 3 برو که داشت. آره من هیچی نمیگم، من فقط دارم چی تست میکنم و نشون شما میدم و شمایید که باید انتخاب کنه کدوم ماشین کارهای بیشتری داره، یعنی کلیات رو در نظر میگیرید. خب سرعتش که تفاوتی نکرده، همون سرعت، واقعا هیچ فرقی نکرده و بازم چنگی به دل نمیزنه. بریم برای کاراکتر بعدی. خب برای بچه ببینیم دوشیمون فلش با ایلیکس میخواد چی کار کنه. بریم داخل ماشین. به رنگ زردم هست و آهنگو بله. خب برای بچه بریم ببینیم که قضیه چه. یا الفاظ چه شتابی داره. خب طبیعتا ماشین فلشه و بعد شتاب هم داشته باشه. برو که داشته باشیم. یا حضرت عباس، یا خبره بری آشم ترمز بگیر. ترمز در لحظه عمل میکنه. پشمام وایسا، توی لحظه ترمز میگیره. مگه میشه؟ نگاه پشمام به این ماشین خداست. خیلی کار میشه با این ماشین بکنی. پشمام خدا. خب من راضی بودم فعلا که قدرتی از ماشین سرن من ندیدم، شاید داشته باشه ولی ما ندیدیم، ولی برای فلش که خدا بود. دمش هم گرم، عالی. خب ببینی که اینجا سوپرمن با سمندش به ببینیم میخواد چی کار کنه. خب برای بچه چه اینطوری میشه؟ پشمام چی بکنم؟ پرواز میکنه. پشمام پرام داره پرواز کنه. وایسا این دیگه وای نمیسته. نه نگاه، این قلق گیری داره. کم ترمزش چی بعد بلد باشی رو ترمز بگیره. خب و پرواز کرد. اینا واقعا خفنه، یعنی قابلیت پرواز کردن خیلی خوبه، ولی خب یکم ترمزش ایراد داشت که اگه مثل ماشین فلش ترمز در لحظه داشت خدا بود، یعنی اصلا شد سرور تمام ماشینای جی دی ای. خب برو بچه اومدیم با چی؟ دوشمون بتمن و ماشین خوفناکش 405. چیش خوفناکه؟ دقیقاً کجای خوفناک؟ ولش کن. بریم برای تست سرعتش. سرعتش عادیه، هیچ دستکاری چی رو سرعتش انجام نشد دیگه. بتمن طبیعیه، طبیعتا نمید دستکاری رو سرعتش اعمال بشه، ولی خب به نسبت یه ماشین عادی واقعا خوب راه میره و 190 خورده ای رفت قشنگ. البته ترمزش که الفات هم از ساله واسه ترمز نداره متاسفانه. خب هالکو داریم با 206 داشت رو سقف میبینی، راحت باش. خب هالک بیا اینجا. هالک اصلا قیافه نمیخوره 206 سوار باشی. بر چه اساسی؟ چرا لنگات از شیشه زده بیرون؟ حالا لنگات رو ول کن. رو سقف راحتی داره میبینی، مثل که راحته. برو بریم میخواد چیکار کنه. پشمام ماشینش میپره ولی خب تاثیر رو سرعت نذاشته هالک، ولی خب اوکیه. من راضیم، مشکلی هم ندارم. شل بیای وسط. پرش خدا. به این چیکار میکنه و آره سرعتش عادیه، فقط تونه بپره، ولی خب قدرتی دیگه ایشو من هنوز تست نکردم. بله خب برای این تست اول بود و دیدیم که بله فلش و سوپرمن بهتر از بقیه بودن. اینکه کاملا یعنی به وضوح معلومه که این دوتا بهتر از بقیه بودن. ولی خب یه تست دیگه هم هست، اونم تست رد شدن از آبه. اولش می‌خواستم برم تست کنم، ولی خب اومدم دیدم که سوپرمن میتونه پرواز کنه، راحت از آب رد میشه و فلش هم که سرعت ماشینش بالاست. ولی اگه من تونستم توی ویدیو مثل آدم حرف بزنم من جایزه میدم. بله بریم
مثل آدم حرف بزنیم و میخوام ببینم که فلش میتونه از آب رد بشه یا نه، چون بقیه ماشینا که نه سرعت داشتن نمیتونستن پرواز کنن، پس به هیچ عنوان هم نمیتونه از آب رد بشن. پس بریم برای تست فلش ببینیم فلش تونه از آب رد بشه یا نه، چون تو تصمیم گیری شما خیلی کارایی داره. خب برای بچه اومدیم با دوشم فلش ببینیم میخواد چیکار، گاز میده این بازیکن و سوخت ماشین. پشمام ماشین سوخته ولی داره میره. برو زور بزن، برو یا ابوالفضل گیر نکنه. گیر کرد. بله گیر کرد. برو بچه میتونه بره ها، میتونه، ولی خب میسوزه، یعنی فقط از آبه که رد بشه دیگه نمیتونی از ماشین استفاده کنی، پس عملا فایده ای نداره و نمیتونه از آب رد بشه. خب برای بچه ما فهمیدیم که به جز سوپرمن هیچ کدومشون نمیتونه از آب رد بشن، اما یه تست وحشتناک مهم دیگه داریم و اونم کشت و کشتار و درگیری چی با پایگاه نظامیه. یعنی مهمترین بخش و جذابترین بخش این چالشمون همینجاست و ببینیم که یکی یکی ماشین رو تست کنیم، ببینیم تو پایگاه نظامی چه عمل کرده از خودشون نشون میدن و ما هدفمون اینه که بتونیم بریم یه ماشین آتش نشانی بدزدیم. یعنی رسیدن بهش خیلی مهمه، که برسیم به ماشین آتش نشانی و بتونیم راحت بریم سوارش مهمه. ببینیم تا اونجا چه بلایی سر ماشین میاد. برو که داشته باشیم. Let's go. البته اینم بگم که کشت و کشتارش هم مهمه، یعنی توی این مسیر چند تا آدم میتونه بکشه، چه حرکتای خفنی میتونه از خودش نشون بده و همه این معیارها هست که تصمیم گیریشون با شماست و برو که داشته باشیم. خب برای بچه ما اول اومدیم با دوشمون سر و ببینیم با پراید باید چیکار کنه. ما قدرت خاصی ازش ندیدیم ولی خب اینجا معلوم میشه چه قدرتی داره. برو که داشته باشیم. Let's go. رفتیم تو پایگاه نظامی. یه نکته که الان فهمیدم، هیچ چیش نمیشه ماشین، هیچ چیش الان نمیشه ماشین. پشمام وایسا، برو اونور. شیشه ها الان هیچ کدومشون هیچ ضربه ای ندیدن، اصلا نشکستن. پشمام هیچ جای تیری روی چیز ماشین نیست، روی ماشین نه، کلا روی ماشین جای تیری نیست. وای واسه من این صدا رو کم کم کنم، کر شدم. گالپس فقط دنبال تانکم. نگاه من تانک میخوام. نگاه الان اومدیم چی؟ هیچ آتش نشانی و الان میبینیم که هیچ اتفاق برای ماشین نیفتاده. اوکی تا اینجا که اوکی، فهمیدیم که هیچ اتفاق براش نمیفته. اما ما میخوایم چی؟ بریم جلوی یه تانک ببینیم واقعا هیچ چیش نمیشه، چون خیلی بحث مهمیه که میتونه جلو تانک دووم بیاره یا نه. خب برو بچه ما هرچی گشتیم دنبال تانک، نمیدونم چرا، نمیدونم بر چه اساسی، همیشه تانک بود ولی الان نیست. چرا؟ رو چه حسابی؟ خب رو چه حسابی الان تانک چیز؟ ولی خب احتمالا 90% هیچ چیش نمیشه. و آقا تست ما RPG تست نکردیم، مردی که پافیوز نزن به ما. خب الان نگاه، ما میخوایم یه تست جامعی انجام میدیم، RPG میاریم و روش تست میکنیم، جود اصلا تانکی پیدا ما اینجا نکردیم. خب برای بچه ما خود تانک رو آوردیم و میریم روش ببینیم چیزی میشه یا نه. یا ابوالفضل هیچیش نمیشه. پشمام هیچیش نمیشه. چرا با این تانکه نمیشه تیر زد؟ وات دهل. خب برای بچه RPG رو میاریم اینجا و هیچیش نشد، هیچیش نمیشه. این ماشین هیچیش نمیشه. قدرتش اینه که هیچ آسیبی نمیبینه و واقعا قدرت گاد، یعنی خفن، یعنی کافیه تو یه آدم عادی باشی بیری تو این ماشین دیگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه. البته خودت هم نمیتونی حرکتی تو این ماشین بزنی، فقط زشته، کثافت، بیادب. البته خودت نمیتونی هیچ کاری بکنی، فقط میتونی از خودت محافظت کنی که بازم خوبه، بازم اوکیه. و بریم برای ماشین بعدی. خب برامش اومدیم با فلش، دیگه حوصله حرف زدن ندارم، بس سریع بریم چی سراغ اصل مطلب. فقط نمیپیچه، یکم تو پیچیدنش چی سخته. و وای ماشین رو داغون کردن. حالا سرعت میگیریم بازیکن، نریم تو در و دیوار. سرعت داره ولی اگه بریم تو در دیوار به فناییم یا الفاس. خب نگاه ما رسیدیم به این آتش نشانیه، ولی خب نگاه توجه کنید که چی ماشین داغون شده
و حالا ببینیم در برابر کشتار میخواد چه حرکتی بزنه، میتونه حرکتی بزنه یا نه. مثلا من تو روده این ماشین بله یکم قلقش سخته. یکی از بدیاش همینه، یکی از بدیاش این قلق بودنشه. چرا آدمی اینجا نیست؟ چرا من آدمی نمیبینم؟ از بس سرعتمون زیاده اینا بهمون نمیرسن. آب میپاشه برای هشمام دیدی برای بچ؟ ولی خب در عوضش ماشین به فنا رفت، ولی خب اشکالی نداره چون سرعت خداست و میتونیم راحت فرار کنیم. یا علی وایسا جون جدت، وایسا جون جدت. خواهم ببینم چه بلی سر این ماشین با تانک میاد نمیدونم. یا اول فاز ولی خب اینو میفهمیم که بالاخره میپکه. یعنی اگه یه تانک بیاد اینجا ما نتونیم ازش فرار کنیم چی؟ الفاتم از صلوات. یکی از بدیهاش همینه. خب میشه من بزنم زیر لنگ این. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. قلقه خیلی بد قلقه، خیلی بد قلقه. واقعا به در حمله نمیخوره، انصافا به درد هیچ گونه حمله هیچی نمیخوره. بدک نیست ولی خب زیاد به درد نمیخوره و دیگه همینه که میبینید. یا ابوالفضل و بریم برای ماشین بعدی. خب برمچ اومدیم با سوپرمن و پروازی بر قله ها. یعنی نگاه ایزی، نگاه وایسا وای این فرودش یکم بد قلقه، یکم بد بیاد دستت کار. خب ایزی فرود اومد. آتششان نیست، ماشین آتششانی نیست، پشمام. ولی خب دیدید که به راحت ترین شکل ممکن چی میتونیم بیایم اینجا. سرعتش هم که واقعا زیاده ولی خب ترمز خوبی نداره، یه پرواز بسیار ململانی. خب بریم برای حمله ببینیم میشه توش حمله کرد یا نه. برو پشمام. نه مثل این که به درد حمله هم میخوره. وایسا ببینم این ماشین بیاد. برو پشمام. ماشین رو کلش شوت کرد اونور. عالی. این از نظر خودم این ماشین بهتر ماشین فلشه. حالا نمیدونم از نظر چجوریه، قشنگ ماشین رو میگیره پرت میکنه. به به ایزی بدون هیچ درسری. واسه هواپیما اگه بتونه بلند کنه که دیگه چه شود. پشمام هواپیما داشت بلند میکرد. نگاه وای ماشین آتیش گرفت. وای نباید اینطوری میشد. پشمام رفتیم تو هواپیما. عوض هواپیما در اومدیم. ماشین داره ماشین پوکید. هی برباد نباید طوریم شد. واقعا داشتم حال میکردم با ماشین تا موقعی که آتیش گرفت و دیگه هر خوبی یه بدی هم داره و اینجا بدیش مشخص میشه چون سوپرمن داخلش بودی چیش نشد. یعنی اگه یه آدمی بود عادی بود زارتی سقط میشد. زارت سقط میشد و هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم. پس نمیدونم دیگه میذارم به عهده شما نمره دادن بهش و برو بریم برای ماشین بعدی. خب برای بچه ما با بتمن اومدیم پایگاه نظامی و پشمام برای بچه. خب برای بچه حرام دیگه من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. زارت داره میپکونه. امکانات ماشین تو حلقم، حتی این آتششانی ها همینطوره. زارت اصلا هیچ کی جلو داره این نیست. اصلا کسی میتونه نزدیک این بشه؟ کسی من بفرما. زارت مرد. پشمام کیه داره به من تیر میزنه؟ وایسا زارت عجب چیزیه کثافت. پشمام ماشین بتمن عشق یا کوزا سامورایی چه ربطی داشت آخه نمیدونم. جنازه ماشین خود به ماشین به فنا رفت. آره مقاومتش پوکیده ولی خب امکاناتش تو حلقم. یعنی اصلا باش حمله میکنی عشق میکنی. حیف که ندارم چرا تانک امروز نمیاد. نمیدونم رفت استراحت.
ولی واقعا خیلی خفنه واقعا. بسو کی اینجاست؟ بیا اینجا سقط باشو. اصلا تو شما کسی رو من میبینین همه رو سقط کردیم. ببینیم کسی هست؟ الو یکی اومد اونجا. بسو اینو سقط کردیم، یکی داره از این ور میاد. بسو من این یکی رو سقط دیگه اصلا هیچی نمیگم. ولی اگه حواستون نباشه نزدیک خودتون بمب بزنید چی؟ میپکه. الان دیگه اثبات کردیم، ولی خب بزن نزدیک خودش بمب بزنیم، بله خودش میپکه. اوکی. ولی در کل اگه مهارتتون خوب باشه ماشین فوق خفن. خب بریم برای تست آخر، یعنی تست دوشمون. حال که ببینیم میخواد چی کار بکنه. خب اومدیم داخل. برو گم شو. فعلا چیزی ازش ندیدیم. برو گم شو. بس ببینم بزنیم یا پیمان چی یاسه پشمام. قدرتو بنازم. نیفته رو سر ما. یا اول فصل نزدیک خودمونو به فنا دیدیم، ولی واقعا گاده. نگاه باید قدرت پرش یه الان گیر کرده بودیم آزاد شدیم. رو ماشینا ببینیم چی جوری عمل میکنه. برو گم شو. برو اونور. چشمام خیلی خفنه. خدا واقعا عالی، واقعا کار بردی. یعنی الان یه آسیب ندیدن الان این ماشین، یه دونه آسیب. یعنی هر چی بیاد نزدیکش زارت میره اونور. نگاه زارت. هرچی هم سرعتمون بیشتر باشه قدرت تخریبش چی بیشتره فکر کنم، نمیدونم دقیقا، ولی خب هرچی بیاد سمتش سری زارت برتش کنه اونور. برو گم شو اونور. برو اصلا نزدیک من نیا. ولی نگاه برای کشت ها خیلی جالب نیست، یعنی نمیشه با کش راه بندازی. اوکی. فقط بیشتر حالت تدافعی اسم میکنم. آره بیشتر حالت تدافعی، نه حمله. برای بتمن اون گله میزنن با خاک یکسان میکنه، ولی خب مقاومتش کمتره. این بیشتر تدافعیه، ولی خب به درد حمله هم نسبتا میخوره و اوکیه. و واسه این بزنم زیر لنگ این هلیکوپتر اول. این یکی ای دوتا با بنازم و کلن هر 5 تا رو فعلا تست کردیم و بریم برای تست آخر، ببینیم که ماشین تو تست آخر میخواد چی کار بکنن. برای که بریم. Let's go. خب برای بچه هر 5 تا ماشین رو هم توی سرعت هم توی حمله تست کردیم و میرسیم برای حالت تدافعی. یه وقتایی هست که ما باید فرار بکنیم، یه وقتایی هست که اصلا نباید حمله بکنیم، یه وقتایی هست که باید ناپدید بشیم، از یه چیز خاصی باید فرار کنیم، مثل پلیسای جی تی ای که دست بردار نیست ازمون و میخوایم که ازشون فرار کنیم، چون حتی بکشیم اینا چی تموم نمیشن. پس حمله فایده نداره، دفاع هم فایده نداره، فرار که فایده داره. ببینید هر ماشین توی فرار چطوریه. و با پلیس 5 ستاره هر کدوم به مدت یه دقیقه خورده اینجور چیزا از پلیس فرار میکنه، ببینیم کدومشون راحت تره و برکه داشته باشیم. لیتس گو. خب این دفعه دیگه میخوام از آخر بیام اول و از حال شروع میکنیم. خب پلیس 5 ستاره اینجاست، 4 ساعت 4:13 هست و نگاه برای فرار کارمون آسونه، یعنی اصلا پشو ماشین پلیس رو به زور داره این چیز میکنه. وای ماشین چی رو ترکوند؟ یو الفاس فرار کن برگم شو. ماشین پلیس رو به زور میتونه پرتاب کنه. پشمام نباید اینجوری مود طبیعتا، نمیدونم. برگم شو. حس کنم برای فرار اصلا خوب نیست، حس کنم اصلا به درد فرار نمیخوره، فقط میشه دفاع کنی. برگم شو. برو اونور. پشمام داره میزنی میتره کونتشون. وای گم شو اونور. نگو میتونیم هیچیمون نمیشه، یعنی اونا نمیتونن هیچ غلطی بکنن. اوکی ولی خب نمیتونیم گمشون هم بکنیم یه جورایی. آره یعنی الان تو این 1 دقیقه که دارم فرار میکنم واقعا نمیشه گمشون کرد، چون سرعت ماشین همونه، هیچ قابلیت مخفی خفنی هم نداره و برای فرار
اصلا توصیه نمیشه و اصلا جالب نیست. بریم برای ماشین بعدی. خب برای بچه اومدیم با بتمن ببینیم بتمن میتونه پلیس فرار کنه یا نه. خب با قدرتش هر چی جلومون رامونه چی بر میدانیم. ای وای بدتر شد که ای بابا. یا الفاظ برو گم شو 4 و 18 دقیقه است. تایر داغون شد. برو گم شو تایر داغون شد. من همینجا وای میسم نگاه تایر چی الان داغونه همینطور که داره میبینیم و به هیچ عنوان نگاه فقط میشه داغونشون کنی ولی به هیچ عنوان نمیشه از دستشون فرار کنی و گمشون کنی. پس همینجا متوقف میکنم چون یه همین بود، هیچ کار دیگه نمیشه کرد. اگه توجه کرده باشید تایرمون خراب شد، نمیشه سرعت گرفت، نمیشه فرار کرد. بمب بزنیم بدتر میشه، بیشتر بیفته دنبالمون و کلا اینم اصلا به درد فرار نمیخوره. و بریم برای ماشین بعدی. خب برای بچه اومدیم چی بودوشمون سوپرمن. همین نگاه همین اول کار بریم بالا. همین نگاه همین ایزی یعنی تمام دیگه. اینا چی زارت و زورد گاممون میکنن. برای بچه میگیم تو اون آب نبود. چه بینم آبش تازه لود شد. اصلا راحت تر از این انصافا تو هواییم. هلیکوپتر اینجا چی کار میکرد؟ پیدامون کرد که کساف. ما میریم بالا، ما میریم تا خیلی بالا دیگه. ما اینا ما رو چی دیگه پیدا نخواهند کرد دیگه. عمرن ما رو پیدا کنن فیلم هندی بازی میشه. واسه ببینیم زمین تخته یا گرده به نظرتون. برای بچه سب کن برم بالا. نگاه از اینجا که دارم میبینم نگاه گرده. نگاه یکم منحنی این چیزه. زمین گرده. بعد از کجا رفتیم کجا؟ برای بچه ما داریم میریم کجا؟ پشمام تو کجا میتونه بره بالا ماشین سوپرمن؟ پشمام داریم میریم کجا؟ بچه داریم میریم کجا؟ من دارم میترسم کم. پلیس هم که اصلا ولکن ماجرانی ولکن. من تو فضا هم ول نمی کنه. پلیس چقدر سمجه. پلیس الو ناموسن بکش بیرون از ما. پلیس ما کلن هم منظومه شمس خارج شدیم. ولکو ای چرا ول نمی کنه؟ برباز گیر کرد صف هم گیر کرد. بله از جی تی خارج شدیم. پلیس هنوز پلیس ول کرد. دوربین گیر کرد. باشه دوربین گیر کرد. بیافته بمیره ببینم دوربین ما هنوز گیره. بعد یه پیام بازرگانی ببینید تا این دوربین چیز رو درست کنم. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد. خب بچه ما داریم سقوط میکنه و کل کره زمین چیز زیر پامونه و اصلا نمیدونم که قراره به زمین برسیم. بریم برای ماشین چندم، ماشین 4م و یکی مونده به آخر. خب بچه فلش هم 5 ستاره میکنه. ببینید چجوری میخواد پلیس فرار کنه. یا الفاظ یا قمر بنی هاشم سرعتش خوبه ولی خب پلیس رو گم کنه یه مسئله دیگه است کلن. یا ابلفه یکی فلش رو بگیره. برای یه اصلا نمیشه کنترل کرد ماشینو. اصلا من تو ماشین رو بگیرم چجوری باید فرار کنم؟ یا الفاظ برو فقط گاز. چپه شد. یا ابوالفضل برو جون جد پرواز کن. تو میتونی، تو باید بتونی، تو بر رشد کنی. برای بچه هلیکوپترها دنبالمونن نمیشه. اصلا ممکن نیست فکر کنم فرار دست پلیس به جز ماشین سوپرمن. خرگوش برای بچه من همینجا کار استاپ میکنم. نمیشه، ماشین به فنا رفت. برای بچه
ماشین واسه یکم دیگه یا علی رفت دیر بعد یا الفاس ماشین مرد این زیر اگه بتونیم بریم که میریم دیگه فهمیدن ما کجاییم و نمیشه واقعا نمیشه. یه لحظه شما قیافه ماشین رو ببینید من اینو استاپ کنم بریم برای ماشین بعد دیگه نمیشه واقعا نمیشه. چوری ماشین اصلا نمیشه ماشین کنترل کرد فقط سرعت داره فقط میره و یه جاده صافی باشه همجا بیری یکم بخواد بیه پیچی به فنایی ماشین به فنا میره. بله همجور که میبینه الان ما رو کشتن دقت شدی به فنا رفتی و این ماشین به دلیل دیوار نمیخوره. خب برای بچه اومدیم با داوشمون سر و پلیسای عزیز و گرامی GTA و سوری که فقط ماشینش هیچ چیش نمیشه شاید پشتون بریزه ولی اگه من یه روزی بخوام یه ماشینی انتخاب کنم که یه قدرت داشته باشه همین رو انتخاب میکنم. هیچ کدوم از ماشینا رو انتخاب نمیکنم چون که نگاه عاقلانه ترین انتخاب همینه چون هیچ چیت نمیشه واقعا هیچ چیت نمیشه. حالا میتونی با یه ترفندی بالاخره یه جوری فرار کنی ولی خب دیگه بالاخره ماشین هیچ چیش نمیشه خودت هیچ چی تو سالمی سالم و به نظر من این بهترین انتخاب و عاقلانه ترین انتخابه. و یه نکته دیگه هم هست اینه که هیچ بنی بشری نمیتونه پلیس GTA فرار کنه فقط اون ماشین سوپرمن که رفت تو کره مریخ میتونه فرار کنه وگرنه فکر نکنه این ماشینم بتونه دیگه سرعتش عادیه فقط هیچ چیش نمیشه و نمیشه همینجا نگه میدارم چون یه ماشین عادیه پرایده چیز قدرت خاصی برای فرار نداره. خب برای بچه‌ها مود از این ویدیوی نسبتا متفاوتی بود امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. حتما ماشین انتخابیتون رو تو کامنت ها بنویسید ماشین کدومشون به نظرتون عاقلانه ترین انتخابه برای یه آدم عادی که بتونه از قدرت ابر قهرمان استفاده بکنه. و دیگه هیچی کانال دنبال کنید ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوی دیگر بدرود. ادیتور پاره ای از آتش پاره یا حسین کره کجا فلش بیا اینجا ببینم فلش کجا بیدی تو فلش اینجا بیدی تو سر بود مغز نمونده برام و کات بزن کلا اینجا رو من مغزم ایرور داده ادیتور من نمیدونم چی بخورم